درود بر همه مهندسین و همراهان همیشگی، در خدمتتون هستم. از اولین جلسه دوره آموزش تهیه صورت وضعیت تعدیل یا با عنوان تعدیل آحاد بهای پیمان. خب در ابتدا من لازم میدونم یه سری نکاتی رو برای اون دست از دوستان عزیزی که تازه به جمع ما ملحق شدن بگم. این دوره به صورت هفتگی برگزار میشه و به صورت دوره‌ای ضبط میشه و جلسات در داخل کانال تلگرام به این آدرس قرار داده میشه. دوستان میتونن مراجعه بکنن و پیگیر جلسات این دوره باشن که شامل فیلم دوره، فایل PDF و حالا منابع مرتبطی که وجود داشته باشه من در کانال قرار خواهم داد. پیشتر هم دو تا دوره داشتیم که مقدمه و پیش نیاز دوره تعدیل هستن که اصول متر و برآورد بود مطابق فهرسته‌های ابنیه که توی 19 جلسه منتشر شد. دوره بعدی دوره تهیه صورت وضعیت کارکرد ماهانه بود که در 8 جلسه تهیه شد و تمامی جلسات به همراه فایل ها در داخل کانال تلگرام موجود هست که دوستان میتونن مراجعه بکنن و دسترسی داشته باشن و مطالعه بکنن. منابعی که برای این دوره استفاده کردیم و آموزش اون هم حول محور اونها خواهد بود: دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان، راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان یا همان نشریه 289 هست که مکمل دستورالعمل تعدیل محسوب میشه. گذری خواهیم زد به شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و بعضی از موادها و مطالب مرتبط با بحث تعدیل رو شرح خواهیم داد خدمت دوستان. سرفصل‌های ما ابتدا با یک سری تعاریفی آغاز میشه. شرحی خواهیم داشت بر بخشنامه تعدیل. گام به گام بخشنامه تعدیل رو پیش خواهیم برد چون آموزش ما حول محور بخشنامه تعدیل خواهد بود. آشنایی با انواع شاخص‌ها رو خدمتتون خواهم گفت. ضریب تعدیل و نحوه محاسبه، مراحل و روند انجام تهیه صورت وضعیت تعدیل و نهایتاً در انتها به یک سری نکات و بندهای مهمی که وجود داره جهت تهیه و تنظیم صورت وضعیت برای محاسبه تعدیل رو خدمت دوستان شرح خواهم داد. اما در ابتدا یه تعریفی داشته باشیم از تعدیل. ببین در لغت و در پروژه و طرح‌های عمرانی تعدیل به چه معناست؟ تعدیل در لغت به معنای متعادل کردن و همتراز کردن هست، اصطلاحاً برابر کردن. اما در پروژه و طرح‌های عمرانی خب تعریفش کمی متفاوت هست اما با همون مصداق هست. قیمت، متناسب کردن قیمت‌ها به قیمت‌های روز هست. یعنی ما قیمت‌های گذشته رو، قیمت مبنای پیمانمون رو در واقع بیایم به روز بکنیم. شما مثلا در نظر بگیرید قراردادی بسته شده در سال 1398، پیمان سال 98 بوده، کار داره انجام میگیره تا الان که سال 1402 هستیم. ما میبایستی قیمت هایی که توی سال 98 بوده توی گذشته رو بیایم به قیمت مثلا سال 1402 بروزشون بکنیم. چرا این کار رو میکنیم؟ به جهت جبران افزایش هزینه ها، افزایش تورم، نرخ رشد دستمزدها، نیروی انسانی، ماشینالات و ابزار، حملشون، اینها خب دچار یه سری افزایش قیمت شدن دیگه طی این بازه زمانی که اتفاق افتاده. در قالب صورت وضعیت تعدیل هست که ما با تفاوت این قیمت ها میاد حساب میشه. بر اساس هر رشته از فهرست بها که توی برآورد دیده شده به تفکیک هر فصل، به تفکیک هر دوره ما ضریب تعدیل رو حساب میکنیم و کل هزینه های در واقع مربوط به ما و تفاوت صورت وضعیت کارکرد اون ماه رو میایم در قالب دو تا جدول استاندارد 1 و 2 که طبق دستورالعمل تعدیل
در واقع ابلاغ شده رو تهیه و تنظیم میکنیم. ما برای اینکه تعدیل رو محاسبه کنیم و ارائه بدیم در مقام پیمانکار به مشاور خودمون، به کارفرمای خودمون، نیاز خب به یک دستورالعملی داشتیم. حالا مشاورها هم بخواستن بررسی بکنن، نیاز به یک دستورالعمل مصوبی داشتیم که خب توی سالهای گذشته و ادوار گذشته این ابلاغ شده بود و اما خب آخرین ابلاغیش سال 82 بود که به این شماره و به این تاریخ به دستگاه‌های اجرایی، مهندسای مشاور و پیمانکارها ابلاغ شد. در واقع نسخه جدید سال 1370 محسوب میشه که از گروه اول و لازم الاجرا هم هست که به تایید و تصویب شورای عالی فنی رسیده. این که میگیم گروه اول یا لازم الاجرا هست یک دستورالعملی مثل دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان، منظور این است که طبق آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی این دستورالعمل غیر قابل تغییر هست. یعنی ما نمیتونیم تغییراتی در مفاد بندهای ایجاد بکنیم و ملزم هستیم که عیناً از این استفاده بکنیم توی پیمان خودمون. همینطور که می‌دونید ما یه آیین‌نامه داریم به اسم آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی. دستورالعمل‌ها میاد به 3 گروه تقسیم بندی میشن. حالا جهت اطلاع و آگاهی داخل پرانتز دارم این مطلب رو عرض می‌کنم خدمتتون. دستورالعمل‌های گروه اول، دستورالعمل‌های گروه دوم و دستورالعمل‌های گروه سوم. دستورالعمل‌های گروه اول رو خدمتتون گفتم، مثل همین تعدیل، مثل فهرست بها، استانداردها، تجزیه بهاها، تهیه و تصویب ردیف‌های ستاره‌دار، اینها رو میبایستی واو به واو و بند به بند و سطر به سطر، صفحه به صفحه میبایستی که بدون تغییر و دخل و تصرفی الزام به توی پیمان هامون به کار ببریم و ازشون استفاده بکنیم. اما دستورالعمل های گروه دوم تا حدودی در واقع لازم الاجرا هستن و میتونیم اونها رو تغییر بدیم و استفاده بکنیم ازشون. بحث نظارت کارگاهی و بحث قراردادهای BOT که مطرح هست بیشتر جزء دستورالعمل‌های گروه دوم هستن. دستورالعمل‌های گروه سوم هم اختیاری هستن، یعنی تا حدود زیادی اون آزادی رو به ما داده که میتونیم استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم ازشون. توی قراردادهای EPC بیشتر مطرح هست. فقط این مطالب رو داخل پرانتز گفتم که دوستان بدونن که دستورالعمل‌های ما از دید آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی شامل چه انواعی هستن. خب دستورالعملی که حول محور آموزش ما هست، دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان به این شماره و به این تاریخ هست که به بخشنامه شده به دستگاه اجرایی، مشاورا و پیمانکارها. که شرح این دستورالعمل به این توضیحی هست که حالا میخوایم با هم دیگه بخونیم. به استناد ماده 23 قانون برنامه بودجه و آیین‌نامه اجرایی آن، تصویبنامه شماره 61500 مورخ 21/7 سال 1363 هیئت وزیران و در چهارچوب نظام فنی اجرایی طرح‌های عمرانی کشور که به تصویبنامه شماره و مورخ هیئت وزیران بوده، به پیوست دستورالعمل جدید روش تعدیل آحاد بهای پیمان از نوع گروه اول که لازم الاجرا هست که به تصویب شورای عالی فنی رسیده در 8 صفحه ابلاغ. این 8 صفحه هست که ما بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد. تا برای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت به روش مناقصه یا روش ترک مناقصه می شود ملاک عمل قرار گیرد. در ادامه دستورالعمل خب توضیح به این صورت هست: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی اسناد مناقصه ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت در اختیار پیمانکاران قرار داده باشند، لازم است یک نسخه از این بخشنامه و دستورالعمل پیوسته آن به عنوان دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تعدیل قبلی برای آنها ارسال دارند
تا چه اتفاقی بیفته پیمانکارها پیشنهاد قیمت خود را بر این اساس ارائه بکنند. با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست شاخص مبنای دوره 3 ماهه مربوط به محاسبه فهرست بهای پایه حذف شده است، اینکه شاخص چیه، مبنای دوره و این 3 ماهه ها چیه، نگران نباشی که حالا در ادامه بیشتر در موردشون صحبت میکنیم. بنابراین چنانچه در فاصله زمانی ابلاغ 2 فهرست بهای پایه متوالی که معمولا حدود 1 سال هست، فهارست بها سال به سال منتشر میشه دیگه، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در قیمت‌ها ایجاد شود. خب این هم یه چیز حداقل توی کشور ما افزایش قیمت‌ها خیلی طبیعیه. این سازمان ضرایب متناسبی را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آنها برآورد هزینه کارها به هنگام شود. خب حالا در مورد شاخص‌ها و دوره‌ها بیشتر با هم آشنا خواهیم شد که نیاز داره یه سری تعاریفی رو طبق بخشنامه قدم به قدم با هم دیگه پیش بریم. اولین تعریف دوره است. زمانی که صحبت از دوره میشه منظور هر یک از 3 ماهه های منتهی به خرداد، شهریور، آذر و اسفند هستند. یعنی ما سال رو 12 ماه سال رو به 4 تا قسمت تقسیم بندی میکنیم. 3 ماهه اول یا اصطلاحاً دوره اول که منتهی به خرداد هست، 3 ماهه دوم، 3 ماهه سوم و 3 ماهه چهارم که هر یک از اینا میگیم دوره دیگه، دوره اول، دوم، سوم و چهارم. پس زمانی که صحبت از دوره سوم میشه مربوط به مهر و آبان و آذر هست. زمانی که میگیم کار کرده دوره در دوره مثلا سوم، مهر و آبان و آذر هست. به شاخص مبنای پیمان ما مثلا میگیم دوره سوم هست، مربوط به حالا یکی از اینها بوده که پیشنهاد قیمت داده شده از طرف پیمانکار جهت شرکت در اون هست. شاخص هم همان متوسط تغییرات قیمت هر دوره که در موردش صحبت کردیم رو نسبت به دوره پایه داره نشون میده. حالا توی دوره تعریف دوره پایه هم توی اسلاید بعدی خدمتتون میگم. پس شاخص متوسط تغییرات قیمت، میانگین تغییرات قیمت یک دوره رو نسبت به دوره پایه اومده حساب کرده. با فرمول شاخص آشنا هستید دیگه. ارزش جاری رو به ارزش مبنا، یعنی حاصل تقسیم ارزش جاری به ارزش مبنا، فرمول شاخص شکل میگیره. بر حسب درصد اگه بخوان حساب بکنید ضرب در صدش میکنه. خب دوره پایه چی هست؟ دوره‌ای هست که تمامی شاخص‌های مربوط به آن عدد 100 است. ببین مثلا برای 3 ماهه چهارم سال 81 شاخص‌ها ببینید 100 بوده. این دوره پایه بوده دیگه که توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی تعریف شد. ابتدا سال 61، بعد سال 76 و سال 81 که 3 ماهه چهارم سال 81 می‌بینی که شاخص‌ها همگی عدد 100 هستن و متوسط تغییرات قیمت دوره‌های 3 ماهه بعدی برای 3 ماهه اول سال 82 و برای سالهای بعدی نسبت به 3 ماهه چهارم سال 81 سنجیده شده. و چنانچه که بخواهید برای هر رشته و برای هر فصل رشته شاخص دوره پایه تا دوره مورد نظر خودتون رو حساب بکنید، از این رابطه میتونید مقدارش رو بر حسب درصد برای اون رشته از فهرست بها یا فصول هر فهرست بها به جداگونه حساب بکنید. پس رشته شاخص دوره پایه تا دوره مورد نظر رو ما بر اساس این رابطه حساب میکنیم. زمانی که جایی گفته میشه که مثلا شاخص دوره پایه تا دوره مورد نظر مثلا 10.1% بوده، انقدر رشد داشته، از این رابطه حساب شده. حالا برای راهوبان و ابنیه و تاسیسات برقی مکانیکی هم برای اون سال مورد نظر خودتون از این در واقع رابطه استفاده بکنید، ببینید که چند درصد ما شاخص هامون
رشد داشته و افزایش داشته. ما قبلا توی دوره قبلی که در مورد اصول متره و برآورد بود مطابق فهرست بهای ابنیه، مفصلا در مورد فهرست بها صحبت کردیم، بیشتر در مورد فهرست بها صحبت شد. در مورد آموزشمون حول محور فهرست بهای ابنیه بود که با دستورالعمل کاربردش و با کلیاتش و 29 تا فصل مرتبط و 6 تا پیوستش مفصلا با هم دیگه صحبت کردیم و در واقع مقدمه دوره صورت وضعیت کارکرد و دوره صورت وضعیت کارکرد هم مقدمه این دوره تحلیل ما خواهد بود. پس حتما دوستان به ترتیب دوره ها رو ببینن، چون خیلی از مطالب در این دوره ها گفته شده و مقدمه و پیش نیاز دوره تعدیل هستند. فهرست بها در واقع یک دفترچه و یک فهرستی هست که مقدار ریالی مصالح و خدمات فنی اجرایی پیمانکارها رو اومده لیست کرده و به صورت بهای واحد به تفکیک هر فصل و به تفکیک هر زیرگروه هر فصل اینها رو طبقه بندی و دسته بندی کرد که در واقع مبنای برآورد پیشنهاد قیمت و برآورد ریالی اولیه یک قرارداد بر اساس فهرست بها هست. به تفکیک هر رسته و رشته ما فهارست بهاهای متفاوتی داریم. مثلا برای رسته ساختمان ما رشته ابنیه، تاسیسات برقی، مکانیکی و مرمت بناهای تاریخی رو داریم. برای راه و ترابری، راهداری، راه و باند و فرودگاه، نوار حفاری، خطوط راه آهن رو داریم. برای مهندسی آب هم همینطور و برای مهندسی کشاورزی هم ما فهرست بهاهای متفاوت و مختلفی داریم که مبنای برآورد ما برای هر یک رشته متفاوت خواهد بود و میتونه که مجموع یک یا چندین رشته باشه برآورد ما و نهایتا توی صورت وضعیت های ما هم که تهیه و تنظیم میشه در واقع بر اساس هر یک از این رشته ها برآوردمون متفاوت هست، چه در صورت وضعیت کار کرد و چه در صورت وضعیت تعدیل. یعنی ما زمانی که صورت وضعیت تعدیل رو می‌نویسیم یک بار برای ابنیه حساب می‌کنیم، یک بار برای مثلا تاسیسات برقی و یک بار هم برای تاسیسات مثلا مکانیکی جدا جدا می‌نویسیم حساب. خب اولی شاخصی که می‌خوایم باش آشنا بشیم شاخص گروهی یا اصطلاحاً شاخص فصلی هست. از اسمش مشخصه، شاخص فصلی. شاخصیه که در واقع عددیه که متوسط تغییرات قیمت‌های واحد اقلام یک فصل از فهرست بهای واحد پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه نشون میده. خب الان اینجا دقت بکنید، شاخص فصلی رشته فهرست بهای واحد پایه ابنی. فهرست بهای ابنی 29 تا فصل داره دیگه. از فصل اول تا 29 شاخص ها بر اساس هر دوره میبینید که تفکیک اینجا آورده شده، نسبت به دوره پایه داره نشون میده تغییرات قیمت هر دوره رو. مثلا فصل پنجم قالب بندی غیر فولادی 3 ماهه سوم این میشه شاخصش. متوسط تغییرات قیمت قالب بندی غیر فولادی رو نسبت به دوره پایه داره نشون میده. اما به یه سری نکاتی دقت داشته باشید مربوط به شاخص‌های فصلی. شاخص گروهی یا فصلی برای هر فصل در فهرست بها استفاده می شود. می‌بینید که به تفکیک هر فصل ما یه شاخصی داریم. برای تعدیل آحاد پیمان مبلغ ریالی آیتم های هر فصل با شاخص های فصلی مختص به آن فصل ضرب می شود. خب یه فرمولی داریم، حالا اونجا شاخص دوره کار کرد و حالا وقتی که حساب میکنی میگه که زمانی که میخوای شاخص هاش رو حساب بکنی برای هر فصل رو نسبت به اون تفکیک هر فصل که در نظر بگیری. حالا بیشتر در ادامه آشنا خواهیم شد.
اگر آیتم هایی که در فصل حمل و نقل قرار دارند و واحد آنها متر مکعب کیلومتر است در فصلی به غیر از فصل حمل و نقل وجود داشته باشند، باید با استفاده از شاخص فصل و حمل و نقل تعدیل بشوند. یعنی چی؟ شاید متوجه نشدیم. یه مثال بزنیم. مثلا آیتم حمل خاک مازاد بر 500 متر رو توی رشته امنیه در نظر بگیرید که توی فصل سوم هست. عملیات خاکی با ماشین. واحدش هست چی؟ متر مکعب کیلومتر. بایستی با استفاده از شاخص‌های فصل 28 تعدیل بشود. خب این نکته رو بهش دقت داشته باشید. خب جدیداً 19/1402 شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بهای پیمان برای دوره‌های 3 ماهه اول و دوم سال 1402 یا نیمه اول سال 1402 منتشر شد. شاخص‌های قطعی. خب همین مسلماً که شاخص‌های سوم و چهارم که نیامده، حالا باید منتظر بمونیم. همینطور که انتظار خیلی زیادی در واقع داشتیم برای انتشار شاخص‌های دوره نیمه اول سال 1402 که بعد طی خیلی مدت طولانی اومد و اینها ابلاغ شد. نهایتاً که بنده فایلش رو توی کانال تلگرام قرار دادم، دوستان میتونن دسترسی داشته باشن به فایل PDF مربوط به شاخص‌های قطعی نیمه اول سال 1402. شاخص بعدی شاخص‌های رشته‌ای هست. این هم از اسمش مشخص هست. برای هر رشته داره متوسط قیمت‌های واحد اقلام هر رشته در هر دوره رو نسبت به دوره پایه داره نشون میده. مثلا برای رشته امنیه 3 ماهه سوم سال 1402 این عدد هست. برای رشته امنیه تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، مرمت بناهای تاریخی، راه‌ها هم باند و فرودگاه و همچنین برای سایر رشته‌ها شاخص‌های قطعی میاد و ارائه میشه برای هر رشته به تفکیک هر رشته. الان برای هر 28 رشته شاخص‌های قطعی دوره 3 ماهه اول و دوم سال 1402 که جدیداً اومد و منتشر شده. فایل PDFش رو در داخل کانال تلگرام قرار داد که اینها توی پیوسته 3 هستن. شاخص بعدی شاخص کلی هست. متوسط تغییرات قیمت واحد اقلام تمامی فهارس بها رو نسبت به دوره پایه نشون میده. یعنی در واقع میانگین وزنی شاخص‌های تمامی رشته‌ها رو حساب میکنه نسبت به هر دوره، که از سال 85 به بعد دیگه اعلام نشد و ما هم دیگه زیاد در موردش توضیح نمیدیم. فقط تا اینجا بدونید و آگاه باشید که قبلا از شاخص کلی جهت تعدیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه استفاده میشد، ولی دیگه میایم از شاخص رشته‌ای دیگه استفاده میکنیم جهت تعدیل تجهیز و برچیدن کارگاه. خب شاخص ها آشنا شدیم، با دوره هم آشنا شدیم، اما مبنای پیمان، زمانی که صحبت از شاخص‌های مبنای پیمان میشه توی فرمول ضریب تعدیل، چجوری ما میبایستی شاخص مبنای پیمان رو استخراج بکنیم؟ اینکه کار یا به عنوان روش ارجاع کار به صورت مناقصه بوده یا ترک ارجاع مناقصه، شاخص مبنای پیمان کارمون رو میبایستی که در نظر بگیره متفاوت هست. اگه کار به روش ارجاع مناقصه بوده یا در واقع مناقصه عمومی یا محدود بوده باشه، یه دوره 3 ماهه قبل از دوره 3 ماهه آخرین روز مهلت تعیین شده توسط کارفرما برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار. بذارید اینجوری بگم بهتون،
یه تاریخی بوده، یکی از دوره های 3 ماهه، مثلا دوره 3 ماهه سوم بوده که کارفرما مهلت داده برای تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار جهت شرکت در مناقصه. یکی از دوره بوده دیگه، دوره سوم سال بوده. پس شاخص مبنای پیمانمون میشه چی؟ یه دوره 3 ماهه قبل که بشه دوره دوم. برای ترک مناقصه یه دوره 3 ماهه قبل از دوره 3 ماهه از که پیشنهاد نهایی پیمانکار به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده است. یه دوره 3 ماه هم اینجا برمیگردیم به قبل، نسبت به دوره‌ای بوده که پیمانکار پیشنهاد نهایی خودش رو کتباً تسلیم کارفرمای خودش کرد. اما در مقابل شاخص مبنای پیمان ما یه شاخص دوره انجام کار رو هم داریم توی محاسبه ضریب تعریف. اون هم شاخص دوره انجام کار به این صورت تعریف شده: شاخص دوره انجام عملیات اجرایی مربوط به آن دوره. عملیات اجرایی چه دوره‌ای بوده؟ دوره اول بوده، دوم بوده، سوم بوده، چهارم بوده که کار انجام شده. کار در چه دوره‌ای انجام شده؟ شاخص‌های دوره انجام کار بر این اساس استخراج میشه. کارکرد دوره یا مبلغ کارکرد دوره شامل عملیات اجرایی، مصالح پای کار، تجهیز و برچیدن کارگاه هستن. این که میگیم عملیات اجرایی کار، مثلا توی صورت وضعیت ها ممکنه که یه سری ردیف ها پایه باشن یا غیر پایه باشن. میدونید توی زمان برآورد اولیه، زمانی که برآورد میخواد صورت بگیره بر اساس فهرست بهای پایه، حالا مثلا ابنیه رو در نظر بگیری، ممکنه که یه سری آیتم هایی در فهرست بها باشن که شرح داشته باشن، واحد داشته باشن، اما قیمتی براشون تعیین نشده باشه. اینها میشن ردیف های غیر پایه که با اندیس ستاره میبایستی تو زمان برآورد دیده بشه. کی میبینه این رو؟ واحد تهیه برآورد، مهندس مشاوری که میخواد برآورد اولیه رو تهیه و تنظیم بکنه. یه سری ردیف هایی هم هستن توی فهرست بها که شرح دارن، واحد دارن، خب قیمت هم دارن. اینا میشن ردیف های پایه. اما در حین اجرای کار هم ممکنه یه سری کارهایی به پیمانکار ابلاغ بشه که تو فهرست منضم به پیمان قیمت دارن، یعنی دیده شده. اینها میشن افزایش مقادیر کار. اما تو فهرست منضم به پیمان قیمت نداشته باشن، قیمت و بهایی براشون دیده نشده باشد، میشن قیمت جدید. حالا در ادامه بیشتر باشون آشنا میشیم، فقط در حد یادآوری دارم خدمتتون عرض میکنم. مسائل پای کار هم اون دست از مسائلی هستن که در چارچوب موضوع پیمان طبق برنامه زمانبندی پیمان که نیاز پیمان بوده وارد کارگاه شده، به صورت دوره‌ای و به صورت حالا هر ماه وارد کارگاه شده، انبار شده. نماینده پیمانکار با همراه ناظر پروژه مقادیر مسائل پای کار صورت جلسه میشه به صورت کتبی که نوعشون، مقدارشون و تاریخ ورودشون میبایستی که صورت جلسه بشه. به چه علت؟ به علت اینکه برای تقویت بنیه مالی پیمانکار توی صورت وضعیت‌های موقت، دقت بکنید، در صورت وضعیت‌های موقت جهت تقویت بنیه مالی پیمانکار 70% بهای مصالح پای کار به علاوه 100% در واقع حملشون، حالا ما اینجا موسیاری نمی‌کنه، 100% حملشون به عنوان در واقع
هزینه‌های مربوط به مصالح پایکار در نظر گرفته میشه. پس هر مصالح پایکار نیست، مصالحی که موضوع پیمان باشه در چارچوب برنامه زمانبندی شده وارد کارگاه شده باشه. هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه هم خب دو تا مقوله جدا هستن. هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه طبق پیوستی که در فهرست‌بها درش صحبت شده به 3 تا نوع دسته بندی میشن که مبنای پرداختیشون هم توی صورت وضعیت‌ها از کدوم یک از این نوع‌ها باشد متفاوت هست. اینکه نوع اول باشه، نوع دوم و نوع سوم طبق پیشرفت عملیات موضوع به پیمان بر حسب اینکه احداث باشه یا به صورت پیش ساخته باشه مربوط به زمان احداث و زمان بهره برداری و نگهداری مقدار پرداخت هزینه تجهیز متفاوت خواهد بود که به صورت قیمت مقطوع در واقع این دیده میشه در زمان برآورد. اما دوره کارکرد صورت وضعیت منظور چیه؟ یعنی بگیم از تاریخ فلان تا فلان تاریخ که در بالای صورت وضعیت ها میاد نوشته میشه، یه سربرگی داره دیگه صورت وضعیت. در واقع زمان واقعی انجام عملیات هست که از روز اول تا آخر رو شامل میشه. بازه زمانی مشخصی داره، از روز اول تا روز آخر، از تاریخ فلان تا فلان تاریخ میشه دوره کارکرد صورت وضعیت. پس به این نکته توجه داشته باشید که زمانی که صحبت از دوره کارکرد صورت وضعیت میشه، منظور دوره کارکرد صورت وضعیت زمان واقعی انجام عملیات هست و ارتباطی به تهیه صورت وضعیت و ارسالش و دریافت وجه و سایر عملکردها نداره. خب اساس تعدیل و محاسبه تعدیل حول این فرمول هست، یعنی ما و تفاوت کارکرد هر صورت وضعیت ماهانه رو میبایستی بر اساس این ضریب تعدیل بیایم به دست بیاریم که از این رابطه حساب میشه. شاخص دوره انجام کار، با شاخص ها آشنا شدیم، با دوره انجام کار و شاخص مبنای پیمان رو خدمتتون عرض کردم که چجوری حسابش میکنیم بر اساس اینکه کار به صورت مناقصه یا باشه یا به صورت ترک تشریفات خب متفاوت هست. منهای یک ضرب داره عدد 95 صدم میکنه. گاهن این اشتباه رو میکنن که این یک عدد ثابته ولی به این صورت نیست، عدد غیر ثابته، عدد ثابتی نیست این 95 صدم. تا چه زمانی ما عدد 95 صدم رو در نظر میگیریم؟ تا زمانی که داریم صورت وضعیت تعدیل موقت میدیم. اما چه زمانی این عدد به 1 و چه زمانی به 975,000 تغییر پیدا میکنه یا اصلا بعدا همین ثابت میمونه. اما توی صورت وضعیت های موقت این عدد علل حساب همون 95 صدم باقی. چه زمانی تغییر پیدا میکنه؟ در پیمان هایی که در مدت اولیه پیمان به اتمام رسیده و همچنین تحویل موقت شوند، ضریب 95 صدم به 1 تغییر میکنند. یه ضریب کاهشی دیگه، مقدار ضریب رو داره کاهش میده و نهایتا ما و تفاوت اون فصل هم کم میشه. اما اگر پیمانکار ما توی مدت اولیه پیمان، یعنی همون مدتیه که توی موافقتنامه درج شده، به تعداد ماه‌های شمسی مدت اولیه پیمان توی موافقتنامه درج میشه. اگه کار رو تو مدت اولیه تموم کرده باشه این میشه 1. اگه در مدت پیمان تموم شده باشه کار، یعنی چی؟ یعنی مدت اولیه به علاوه یه سری تأخیرات مجاز که به تحویل موقت رسیده باشه، این به 95 صدم به این عدد تغییر پیدا میکنه و توی این فرمول جایگذاری میشه. در صورتی که پیمان وارد تغییرات غیر مجاز شود، که دیگه میدونید توی تغییرات غیر مجاز ما یه صحبت از مدت تمدید پیمان نداریم، توی تأخیرات مجازمون هست که در واقع پیمان تمدید میشه.
شود، نه غیر مجاز. اونجاست که دیگه ضریب 95 بدون تغییر میبایستی که در فرمول محاسبه ضریب تردید باقی بماند. این در واقع فلسفه تغییر این عدد 95 هست، این که در مدت اولیه پیمان باشه یا توی مدت پیمان تموم شده باشه یا وارد تغییرات غیر مجاز شده باشه. حالا اینکه چجوری شاخص‌های مربوط به دوره غیر مجاز رو چجوری حساب خواهیم کرد در قالب مثال جلسات بعدی مثالش رو خدمتتون عرض میکنم. در حین اجرای کار ممکنه که در چارچوب موضوع پیمان البته یه سری کارهایی به پیمانکار ابلاغ بشه، از سوی کارفرما به پیمانکار یه سری کارهایی در چارچوب موضوع پیمان ابلاغ بشه. ما دو تا رویکرد داریم برای کارهای جدید. یکی این که اگر در فهرست منضم به پیمان قیمت و مقدار دیده شده باشد، کار جدیدی ما میشه با رویکرد افزایش مقادیر کار که توی صورت وضعیت‌های کارکرد ماهانه ما کلیه ضرایب رو براش در نظر میگیریم. حالا این افزایش مقادیر کار یک سقفی رو داره. چقدر هست؟ 25% مبلغ اولیه پیمان. حالا در مقابل این ما کاهش مقادیر کار رو هم داریم که اون هم سقفش هست 25% مبلغ اولیه پیمان، نبایستی که بیشتر بشون مقدار کاهشه. اما یه کار جدیدی رو داریم که توی فهرست‌های منضم به پیمان قیمت و مقدار دیده نشده باشد. این دیگه میشه با رویکرد قیمت جدید و فقط هم ضریب بالاسری لحاظ میشه و سقفش هم هست 10% مبلغ اولیه پیمان که اینجا هست که میبایستی که از تعدیل معکوس استفاده بکنیم و قیمتی که آنالیز کردیم برای قیمت جدید ما برای قیمت جدید هست آنالیز میکنیم، ولی برای افزایش مقادیر کار ما آنالیزی نداریم. به این نکته هم دقت داشته باشید. پس ما برای افزایش مقادیر آنالیز داریم، برای قیمت‌های افزایش مقادیر کار آنالیز نداریم. برای قیمت‌های جدید میبایستی که پیمانکار پیشنهاد قیمت خودش رو در قالب تجزیه بها به مشاور تسلیم بکنه، مشاور بررسی بکنه و به تایید و تصویب کارفرما برسه و بعدا توی صورت وضعیت‌هاش اون رو بیاره و مقادیر و هزینه‌های خودش رو اخذ بکنه. که در مورد کارهای جدید توی پیوست 6 فهرست‌های امنیه بیشتر در موردش صحبت کردیم قبلا. اما تأخیرات شامل 2 تا دسته هستن و به 2 دسته طبقه بندی میشن. یه سری تأخیراتی ما داریم به اسم تأخیرات مجاز که خارج از قصور پیمانکار هستن و باعث تطویل مدت پیمان میشن. پس تأخیرات ما اولیش از تأخیرات مجاز که خارج از قصور پیمانکار بوده و وفق ماده 30 شرایط عمومی پیمان قابل تمدید هستن اینها. اما از نوع دوم که تأخیرات غیر مجاز هستن ناشی از قصور پیمانکار هستن. یعنی پیمانکار یعنی عامل و مقصر بوده و دخیل بوده توی تأخیرات پروژه. اینجا دیگه صحبتی از تمدید نخواهد شد و غیر قابل تمدید هست این مدت ها. اما بر اساس مستندات و بر اساس مکاتبات و شواهد و دستور کارها و حالا هر مستندی که به صورت مکتوب باشه اینها جمع آوری میشه در یک جدولی، در یک گزارشی
طبق یک دفترچه‌ای به عنوان لایحه تغییرات پیمانکار اون رو تهیه میکنه، تنظیم میکنه و تسلیم مشاور و کارفرما میکنه تا مورد بررسی قرار بگیره و مدت تمدید پیمانشون بابت تأخیرهای مجازی که خارج از اصول خودش بوده و اتفاق افتاده رو به عنوان تمدید پیمان لحاظ بکنه. مدت پیمان به این صورت تعریف میشه: مدت اولیه پیمان با احتساب تأخیرهای مجاز. تأخیرهایی گفتیم که باعث تمدید مدت پیمان میشن که خارج از اصول پیمانکار اتفاق افتاده باشن. پس مدت پیمان برابر با تأخیرهای مجاز به علاوه مدت اولیه پیمان هست. مدت اولیه پیمان رو اگر به بند ب ماده 4 موافقتنامه مراجعه بفرمایید، اونجا درج شده به تعداد ماه‌های شمسی. مبلغ اولیه پیمان مبلغیه که توی ماده 3 موافقتنامه پیمان درج میشه، بهش میگیم مبلغ اولیه پیمان که میتونه کاهش داده باشه یا افزایش داده باشه، که در واقع سقفش هم هست 25% که مازاد بر 25% افزایش پیمانکار میتونه در واقع این تصمیم رو داره و این حق رو داره که کار نکنه و پیمان رو خاتمه بده و کمتر از 25% رو میبایستی که در چارچوب موضوع پیمانکار کار خودش رو انجام بده و کار رو ادامه بده. مبلغ کارکرد صورت وضعیت چی هست؟ تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت‌های قبلی برای هر فصل از هر یک از فهرسته‌های منضمن به پیمان. صورت وضعیت‌های کارکرد می‌دونید که به صورت ماهانه تهیه و تنظیم میشن و آخر هر ماه به مشاور و کارفرما ارسال میشه. اساس صورت وضعیت‌ها تجمعی هست، یعنی ما صورت وضعیت هامون رو به صورت تجمعی می‌نویسیم. مثلا زمانی که میگیم صورت وضعیت شماره 3 مجموع مبلغ کارکرد صورت وضعیت شماره 2 بوده و 1 بوده. به صورت تجمعی هست. صورت وضعیت 4 مقدار کارکرد 4 رو میاریم، قبلی ها رو میاریم. تفاوت مبلغ و صورت وضعیت مورد نظر با صورت وضعیت قبلی رو بهش میگیم مبلغ کارکرد صورت وضعیت. کجا؟ توی جدول تهیه صورت وضعیت تعدیل هست. یه ستونی رو داریم به اسم مبلغ کارکرد صورت وضعیت که ما با تفاوتش رو صورت وضعیت فعلی رو با صورت وضعیت قبلی کسر میکنیم و مبلغ کارکرد صورت وضعیت برای ما حساب میشه. ادامه بحثمون رو موکول میکنیم به جلسه بعدی که هفته آینده در خدمتتون خواهم. امیدوارم که خب این جلسه مورد توجه دوستان قرار گرفته باشه و استفاده کرده باشم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار همه.